اگه یه فرصت دیگه داشتی که برگردی به دانشگاه یا مدرسه، چه جوری درس میخوندی؟ واقعیت اینه که خیلی از ما روش درس خوندنمون اشتباه بود و سالها وقتمون رو تلف کردیم. حفظ کردن بدون درک، شب امتحانی خوندن، ساعتها مطالعه بدون بازدهی. ولی اگر امروز اون تجربه رو داشتم، فقط با 3 تکنیک طلایی درس میخونم، هم کمتر وقت میگرفت و هم بازدهیم رو چند برابر میکرد. تکنیک اول، روش فاینمن. یاد بگیر مثل یک معلم. ریچارد فاینمن اگر نمیتونی یک مطلب ساده رو توضیح بدی، یعنی درس رو یاد نگرفتی. چطور اجراش کنی؟ بعد اینکه یک مبحث رو خوندی، تلاش کن اون رو به زبان ساده به یک بچه 10 ساله توضیح بدی. اگه توی توضیح دادن گیر کردی، یعنی هنوز کامل یاد نگرفتی و باید دوباره مرورش کنی. چرا؟ این روش معجزه میکنه. باعث میشه که مفاهیم رو عمیق‌تر درک کنی. تو رو مجبور میکنی که فقط با حفظ کردن اکتفا نکنی. سرعت یادگیری تو رو چند برابر میکنه. تکنیک دوم، روش 50-10. درس خوندن بدون خستگی. مشکل بیشتر ما این بود که ساعتها بدون استراحت درس میخوندیم و بعد از یه مدت مغزمون هنگ میکرد واقعا. اما روش درست اینه که برای هر 50 دقیقه درس خوندن 10 دقیقه استراحت کنیم و اینو باید توی طول زمان به 50 دقیقه برسونیم. یعنی اول 20 دقیقه، بعد 30 دقیقه، بعد 40 دقیقه، بعد برسیم به 50 دقیقه و افزایشش ندیم. چرا این روش فوق‌العاده است؟ مغزت فرصت پیدا میکنه استراحت کنه و انرژی بیشتری رو برای یادگیری پیدا کنه. بعد از 50 دقیقه تمرکزت دوباره برمیگرده و بازدهیت بالاتر میره. این تکنیک توی تحقیقات علمی هم ثابت شده که بهترین روش برای تمرکز طولانی مدت. تکنیک سوم، مرور فعال. رمز ماندگاری اطلاعات در حافظه شما. مشکل اصلی ما توی دانشگاه این بود که فقط میخوندیم و بعدش فراموش میکردیم. راه حل مرور فعال. چطور اجراش کنی؟ یه مطلب رو بخون و نکات مهمش رو یادداشت کن. روز دوم دوباره همون مطلب رو بخون و نکات بیشتری رو یادداشت کن. روز سوم بدون نگاه کردن به کتاب سعی کن اطلاعات رو از ذهنت بیرون بکشی و توضیح بدی. مثل همون توضیح دادن به بچه 10 ساله. روز سوم دوباره یک مرور سریع داشته باش. دوباره این چرخه رو تکرارش کن تا به جایی برسی که کتاب از ذهن تو خارج نمیشه و همه مطالب رو یاد گرفتی. اطلاعات به حافظه بلند مدت تو منتقل میشه چون داری تکرار میکنی. موقع امتحان نیاز به شب امتحانی خوندن نداری. باعث میشه که یادگیریت همیشگی و عمیق بشه. توی کامنت ها برام بنویس که کدوم یک از این تکنیک ها رو استفاده کردی و چقدر جواب دادی. حالا نوبت توه. اگه این ویدیو برات مفید بود حتما لایک کن، زنگوله رو روشن کن و سابسکرایب یادت نره.